1001 1002 1003. در برنامه امروز به معرفی یکی از جدیدترین آثار سینمای دفاع تحمیلی می‌پردازیم. فیلمی بسیار واقعی، سراسر هیجان، با صحنه‌های ملودرام که توسط سردار سرخشمک، بسیجی وایرلس، مسعود دهکپکی با تکنیک زورچپون وارد سینماهای سراسر کشور شده است. در سکانس ابتدایی این فیلم به صورت کاملا اتفاقی با نفر اول کنکور سراسری کشور در سالهای دهه 60 آشنا می‌شویم. گلپسری که ضمناً جزو نوابغ و نخبگان همه دنیا هم هست. چه خبرته؟ محله رو گذاشتی؟ خب نمیدونی چی شده دیگه؟ چی شده؟ با محمد کنکور قبول شده. یا فاطمه زهرا راست میگی؟ راست میگی؟ چی نفر اول شده اینا؟ عکسش انداختن. مگه زو کشیده که اول بشه؟ بابا دانشگاه از زو بدتره، 1 میلیون نفر زو میکشن، 4 تاشون میرن داخل. بیار ببینم بچه‌ها. این پسر نابغه قرن که کنکور اول شده است کیست؟ بله درست حد زدید، یک بسیجی توپل مپل که 100 تا کنکور را با یک موی گندیده بسیج عوض نمی کند. این پاسخی است به همه یاوه‌گویان شرق و غرب که میگویند بسیجیان خنگ و خرفت هستند و در کنکور اول نمی شوند، در صورتی که بسیج 20 میلیونی ولایت به یمن سهمیه کنکور بسیج مستضعفان همه با هم اول می شوند. تازه یخچالم میدم. دستون بهت نمیرسه دیگه دکتر. پس حله دیگه. حله. ما یه قراری با هم گذاشتیم. چی گذاشتیم؟ قرار گذاشتیم که اگه من قبول شدم دانشگاه بزنیم برم جبهه. اون موقع بابا سرش داغ بود یه چیزی خورد. چی خوردم؟ چای آره یادم نگفتم که اگه قبول نشی اونجوری فکر کردی خاله بازی جبهه توپ و تانک نقل و نباتش سرب داغه. آقا شما اول برو همون بیا، میری دانشگاه ثبت نام میکنی، میری اونجا فوق دیپلم میگیری، میری لیسانس میگیری، فوق لیسانس میگیری، دکترا میگیری، پروفسور میشی، مطب میزنی. خیلی خوش. یه روز گروه در مطب میادیم، میریم جبهه، دینمون هم ادا میکنیم. یه تو که پاپاشو بیا با هم بریم راه هم ببین پدر مادرها با چه افتخاری بچه‌هاشون از زیر قرآن رد میکنن. آره ما که گوشمند نیستیم، اینا رو درک میکنیم. بنده هم اگه 12 تا بچه داشتم 4 تاش 5 تاش 6 تاش برن جبهه فدای این کشور بشن. یه دونه بچه دارم اجاق کوری که حالیت میشه چی؟ بله، در این سکانس از فیلم بیننده دلسوخته با موانعی که نفرات اول کنکور برای رفتن روی مین با آن مواجه بودند آشنا می شود. یک پدر بی بصیرت که اینطور که پیداست در فتنه 88 هم دست خواهد داشت، اما در برابر این پدرهای فتنه‌گر و بیرحم فرماندهان دل و دماغ سوخته ولایت مدار هم بودند که در نقش دایه داغتر از آش نفرات اول کنکور مملکت را راهی جبهه‌های حق علیه باطل می‌کردند. کارگردان مسعود دهکپکی تقابل این دو نیروی اهریمنی را در سکانسی نفسگیر نشانمان داده است. یعنی شما مردید، یعنی بهونه نمیارید مثل یه سری آدم که درست همین موقع ها میگن آقا یعنی چی؟ من بابام مثلا اجازه نمیده، مادرم اجازه نمیده. آقا تو آشیرا هم همینو گفتن دیگه. گفتن نمیدونم ما طلبکاریم، بدهکاریم، پدرمون اجازه. آقا شما خواهی نظام بشی بفرمایید. حاجی ببخشید بعد از خوب شیلنگ فشار قوی دست گرفتی، مغز بچه مردم داره شستشون میدی، هیچ کی چیزی صداش در نمیاد. ببخشید آقا اسم شریف ایشون چیه؟ من پازوکی هستم. آقای پازوکی شما اول برو دینتو یاد بگی، احکامو یاد بگی، بعد بفرما جلوی این چشم معصوم سخنرانی کن. این چه میده فکر میکنه تو علامه دهری. من سوال میکنم آقا مسئله‌تون پدر راضی نباشه پسر روزه مستحبی بگیره قبوله؟ نه تنها قبول نیست، از اون بالاتر باطل هم هست. اون نازنین آقا تو بیامرزه. حاج آقا 10 تا مثل شما سایه‌شون تو این محل باشه کمه. این بابا هنوز احکامو نمیدونه با پای چپ باید بره تو دستشویی یا با پای راست. با قول موتور هوندا بهش ندی نماز صبحش پا نمیشه. این میخواد دین خدا رو یاری کنه. بفرما. این پدر که معلوم است از آستینش دست استکبار بیرون زده است، تصمیم میگیرد در همدستی با نظام سلطه پسر عشق جبهه را که ضمناً در کنکور هم اول شده است و تیپ مکش مرگمایی هم دارد
خانه نشین کند. ما امشب باید حتما کار این دوتا جوان رو تموم کنیم. محمد من از بچگی میشناسم. بله، اما اینها خبر ندارند که امت همیشه در صحنه همه جا حضور دارد و جوانان نفر اول کنکور را حتی در صحنه هایی مثل این صحنه به سمت جبهه ها روانه می کند. پدرم بود. واقعیتش اینه که من خودم یه شرط خیلی کوچولو دارم. خیلی کوچولو؟ والا یه فرگون شرط شما ریختیم جلو پای ما گفتیم چشم. دیگه چه شرطیه؟ بگو، راحت باش بگو. من میگم کسی که میخواد با من ازدواج کنه حداقلش اینه که چند سال جبهه رفته باشه دیگه. مثلا چند سال؟ مثلا تا زمانی که جنگ ادامه داره. اینجا شلمچه است، اینجا هور مجنون است. صدایی هم که مکنون میشنوید آژیر قرمز است. آخ ببخشید، اینقدر جو داد که من یه لحظه رفتم تا والفجر 8 رو برگشتم. و به این ترتیب است که جوان نفر اول کنکور راهی جبهه می شود و در آنجا همراه با اراذل و اوباش خط مقدم ارزش‌های ولایت را از خود ساطع می کند. عمو اکبره، دل آوره، ماشاءالله، تاج سره، ماشاءالله، گل پسره، ماشاءالله، آستیگماته، ماشاءالله، درد سره، ماشاءالله، رزمنده. آیا نظام استکبار دست از این جوان جبهه رفته خواهد کشید؟ هرگز. پدر سوخته‌اش به مساجد حق علیه باطل می رود تا از طریق روحانیت حق علیه باطل پسر رفته را به جوب بازگرداند. شما اینجا نیست. خب کجا رفته؟ یه مسجد دیگه رفته؟ یه قضیه جلوتر رفته گشت؟ جلوتر رفته یه پایگاه دیگه؟ یه خورده جلوتر رفته آهن؟ یه خورده جلوتر؟ جلوتر جاده قم؟ یه خورده جلوتر؟ خب بگو رفته پادگان دوکوه دیگه خلاص. آقا جان دوکوه کمی بغل ما، میگم برو جلوتر میشه اهواز رفته؟ داری نزدیک میری یه خورده جلوترش خرمشهر. آفرین به خرمشهر که هم رسیدی، هم 30 کیلومتر میری جلو سمت راست یک راهنما بزنی هم دژبانی رو میبینی. رفته منطقه جنگی به سر من؟ حاجی یه ذره بگو بچه من فرستادی دم گله، خیالت راحت دیگه. خودت بالا نمبر شعار میدی بچه ما تحریک میشه میری دنبال کارش. آقا جان زشت جلو خانم بیا بالا. ما پدر ضد نظام فتنه‌گر دیده بودیم، اما نه اینقدر زیگیل. یارو سر خر را کج می کند و راهی جبهه می شود تا پسر حق علیه باطلش را از امام لق علیه قاطرش پس بگیرد. طرف در مسیر هم دست از نیات شوم خود برای مالاندن شخصیت‌های دلسوز امام و نظام بر نمی دارد. مشتی نگفتی آدرس پازوکی رو از کی گرفتی شما؟ آدرس پازوکی رو از پیش نماز مسجدون گرفتم. هر چی میکشم از دست این میکشم. ببخشید چی میگی؟ میگه دست پیش نماز محلش ناراحته. برادر حرف ضد انقلابی تو جبهه نباید بزنی. نه ضد انقلابی اینی که پسرمه دیگه. حالا با پازوکی چیکار داری؟ چی بگم دلم خونه. ببین همین امثال پازوکی بچه منو شستشوی مغزی دادن، از پای سفره عقد بلندش کرده آورده گذاشته پای میدون نیم. از آنجایی که پیش نماز مسجد محل در این فیلم دارد خیلی لجنمال می شود و از طرفی قرار است این فیلم واقعی هم باشد، به پیشنهاد مسئول جلوه های ویژه مسعود دهکپکی وارد ژانر علمی تخیلی می شود و ضمن حفظ سمت یارو آخونده در پیشنمازی مسجد نقش فرماندهی گردان را هم به او می دهد با حقوق و مزایا که این پاسخی است به یاوه‌گویانی که روحانیت معزز نظام را مشتی مفتخور گردن کلفت تنپرور آشغال عوضی معرفی می نمایند. این چه کار می‌کنه؟ پیش نوازتونه. برو بالا. فرمانده دسته؟ برو بالا. گورهان؟ برو بالا. ببین نگید فرمانده گردانه که هرچی در اومده بهش گفتم دست محمد زیر سنگینه نباشه بدبخت میشن. پدر اما دست بردار نیست. فرمانده گردان نشد، فرمانده گروهان را هدف امیال تروریستی خود قرار می‌دهد. مشتی شما کجا اینجا کجا؟ یعنی این همه را اومدی کنار پسرت بجنگی اسلحه برداری؟ خدا رو شکر پس حرفای من بی اثرم نبوده. خیلی حرفات رو من تاثیر گذاشت جون خالت. حالا نداره.
تا کجا میدونی خاله نداره؟ می‌خواستم فامیل بشیم قسمت نشد دیگه. ببین من کاری به حرفا ندارم، روی کل من اینجوری حساب کن. من اگه بخوام تفنگ بردارم یه خاله اندی بین دو ابروت میکارم. خاله نداره بابا. اون خاله رو نمیگم، یه خاله دیگه من هستش. میگم اصلا خاله نداره، شما میگم اون خاله تو خیال کردی من بچه‌م میخوای منو با کامپیوتر هوری و این حرفا گول بزنی بیا اینجا دم گوله بدی؟ آقا بفرمایید بشینیم. فکر کنم سوء تفاوت شده. تفاوت شده. حالا فهمیدید که چرا اسم این فیلم را وراجی ها گذاشتند؟ چون الان بنده 1 ساعت است فک بیمورد میزنم، هنوز به وسط فیلم هم نرسیدیم. آقا سرتون رو درد نیارم. سناریوی این فیلم 45 دقیقه بیشتر نبود. به خاطر همین مسعود دهکپکی 45 دقیقه بعدی را به صحنه‌های بکش جنگی اختصاص داد، به طوری که علاوه بر تمام نفرات فیلم مسئول جلوه های ویژه را هم به کشتن داد. تنها کسی که از این مهلکه جان سالم به در برد پدر نابکار نفر اول کنکور بود که او هم در آغوش استکبار ماند تا بعداً فتنه 88 را هدایت کند. منتقدان عقیده دارند که عقیدهشان به درد خودشان میخورد، چون گفته می شود این فیلم مورد استقبال گسترده امت همیشه در صحنه قرار گرفت، به طوری که علاوه بر ستایش کارگردان مسعود دهکپکی، عمه، ننه بابا، فک و فامیل و 7 جد و آباد کارگردان را در فضای مجازی و حقیقی مورد عنایت قرار دادند.